پیغمبر علیه السلام میگه للصائم فرحتان، برای روزدار دو خوشی است. یک خوشی در کدام حالت است؟ یکیش یفرحهما، یکی این خوش میشه، خوش داره، راضی است به امی دو خوشی. یکیش کدام است؟ اذا افطر فرحا، وقتی که افطار میکنه فرح بفطری، به افطار خود بسیار خوش می باشد. عزیزان گرامی، راستیتان بگوید لذیذترین طعامی که در عمرتان یقینا از او لذت میبری کدام طعام است؟ میمانی های خیلی مجلل و مزین و متنوع براتان جور میشه. خو شما را به الله قسم کدام لقمه لذیذترین لقمه است؟ لقمه ای که انسان روزدار باشه و در او وقت تو در دست گرفته می باشی، در او وقت سرش افطار میکنی. راستیتان بگه از این قدر لذت دیگه جای است؟ چقدر انسان خوش می باشه. این مومن درک بکن، این مومن باید بفهمی. و دیگه خوشی و دیگه فرح اذا لقی ربه، دیگه او خوشی است وقتی که روبرو میشه، ملاقات میکنه امرای الله خود، فرح بصومه، در اونجا خوشی به خاطر روزی خود داره. هیچ کسی سرش نبود، برای الله روزه گرفته، گردنت بالا روبرو به الله میشی، به الله میگی الله. هیچ کسی سر و مراقب نبود بجز از تو. ما همه گپای خود ترک کرده بودم به خاطر تو. یقینا نمیطور است. در حدیث دیگه است احمد رحمت الله علیه روایت کرده، شیخ البانی رحمه الله در جامع الصغیر برش حسن لغیری گفت الصوم جنة، روزه سپر است، و حصن حصین من النار، قلعه محکم است از آتش. تو را از آتش نگاه میکنه، قلعه محکم است، آتش نمیتونه بیایه و تو را بسوزانه. چقدر عبادتی زیبا، چقدر عبادتی درست، به شرطی که ما درک بکنیم. اگر هیچ حکمت دیگری نباشه، هیچ چیز دیگری نباشه، امی بر ما کفایت میکنه که ما به الله چقدر نزدیک میشیم.